بحث اول انسانیت چیه؟ اینه که به سلیقه همه احترام بذاری. ببین راه درست یعنی این که طرف با حجابه به تو ربطی نداره، بی حجابه به تو ربطی نداره، تتو داره به تو ربطی نداره، چاقه به تو ربطی نداره، قیافش کجه به تو ربطی نداره. به همه باید احترام بذاری. کلا خطر برای من مهم نیست، آخرش مرگ راحت میشم از دست همه. بحث اول انسانیت چیه؟ اینه که به سلیقه همه احترام بذاری. ببین راه درست یعنی این که طرف با حجابه به تو ربطی نداره، بی حجابه به تو ربطی نداره، تتو داره به تو ربطی نداره، چاقه به تو ربطی نداره، قیافش کجه به تو ربطی نداره. به همه باید احترام بذاری. کلا خطر برای من مهم نیست، آخرش مرگ راحت میشم از دست همه.